به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. محمد فرزام هستم، مربی سبک زندگی و توسعه فردی. امروز میخوام راجع به اعتماد به نفس باهاتون صحبت کنم و اینکه داشتنش تو زندگی ما چه مزایای شگفت انگیزی میتونه برامون به ارمغان بیاره و میخوام فرق اعتماد به نفس و عزت نفس رو هم بهتون بگم. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. دوستان عزیزم، اعتماد به نفس یعنی این که من به خودم اعتماد داشته باشم و بدونم که از پس انجام هر کاری میتونم بر بیام. مهم نیست اگر مهارت یا توانایی انجام اون کار رو نداشته باشم. مهم اینه که به خاطر اعتماد و باوری که به خودم دارم تلاش میکنم و اون توانایی و مهارتی که لازم دارم رو به دستش میارم. اعتماد به نفس و عزت نفس یه وجه اشتراکی هم با همدیگه دارن و اون بحث باورهاست. یه اختلاف و فرقی هم با هم دارن، به این صورت که تو عزت نفس باورمون درباره احساساتمونه که اهمیت داره، اینکه ما چه احساس و باوری درباره شخصیت وجودی خودمون داریم. ولی تو اعتماد به نفس باورمون نسبت به قابلیت هامون برای کسب توانمندی ها و مهارت هاست که اهمیت داره. این که ما باور داشته باشیم که میتونیم برسیم و به دست بیاریم. یه جمله معروفی هست که همه ما اونو شنیدیم، میگه یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت و این موضوع ریشه در اعتماد به نفس ما داره. من وقتی به خودم اعتماد داشته باشم میدونم که بالاخره راهش رو پیدا میکنم و اگر راهی پیدا نشد خودم یه راهی براش میسازم، چون از خودم مطمئنم که میتونم انجامش بدم. دوستان عزیزم، اعتماد به نفس حقیقی اعتماد به یک توانایی خاص مثل نوازندگی، فروشندگی یا امثال این موارد نیست. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به توانایی خودمون تو عمل کردن و اقدام کردن برای به دست آوردن هر چیزی که خواستارش هستیم. یعنی من از خودم مطمئن باشم که وقتی برای انجام کاری تصمیمی گرفتم بدون هیچ عذر و بهونه‌ای میتونم انجامش بدم. زمانی که ما دست از رویاها و آرزوهامون بکشیم، دیگه اونها رو دنبال نکنیم، زمانیه که اعتماد به نفس ما لطمه دیده و این همون جاییه که ما نسبت به خودمون اطمینان کافی نداریم که میتونیم به چیزایی که میخوایم برسیم. واقعیت اینه که ما باید برای رسیدن به موفقیت بهای اون رو پرداخت بکنیم و اگر میخوایم تو زندگیمون یه آدم شکست خورده نباشیم باید اعتماد به نفس حقیقی رو تو وجود خودمون ایجاد کنیم. یه باور غلطی هست که ما فکر میکنیم اگر اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم هیچ وقت تو زندگیمون اشتباه نمی کنیم، در صورتی که زمانی ما اعتماد به نفس بالایی داریم لزوما اینطور نیست که هیچ وقت اشتباهی نکنیم. اشتباهاتی هم ممکنه داشته باشیم، اما هیچ وقت نمی ترسیم که به خاطر اشتباهی که انجام دادیم با شکست روبرو بشیم و اگر شکست هم بخوریم اون شکست رو قسمتی از مسیر و پازل زندگیمون میدونیم و توی اون غرق نمیشیم، چون تمام توجه و تمرکز ما به سمت هدفمون و رو به جلوه. به خاطر همین از هر اشتباهی که مرتکب میشیم درس میگیریم و شکست ها رو موقعیت های موقتی زندگیمون میدونیم، نه شرایط دائمی و همیشگی. همه این مواردی که ذکر کردم دوستان عزیزم علتش داشتن اعتماد به نفس بالاست. وقتی که ما یک مسیر جدید رو توی زندگیمون شروع میکنیم ممکنه اشتباهاتی ازمون سر بزنه و این مسئله کاملا طبیعیه، چون قبلا تجربه انجام اون کار رو نداشتیم. اما اگه پشیمون نشیم و به راهمون ادامه بدیم قطعا بهتر میشیم. بعضی وقتا ما انتظار داریم که همون بار اول خیلی راحت و بدون زحمت به موفقیتی که توی ذهن خودمون ترسیم کردیم برسیم و تا زمانی هم که مطمئن نشیم بهش میرسیم دست به هیچ کاری نمیزنیم و یه جورایی دچار غرور میشیم، غرور کاذب. رسیدن به همچین شرایطی باعث میشه که ما کارهایی رو که توش مهارت نداریم انجام ندیم و چیز جدیدی هم یاد نگیریم. اگر ما بخوایم صبر کنیم تا اعتماد به نفس کافی برای به دست آوردن خواسته هامون داشته باشیم
شاید مجبور باشیم که تا آخر عمرمون صبر کنیم. ما چطور میتونیم تبدیل به یک نویسنده موفق بشیم اگر اقدامی برای تمرین برای نویسندگیمون نداشته باشیم؟ ما چطور میتونیم تبدیل به یک فروشنده موفق بشیم در حالی که به جای آموزش دیدن و یاد گرفتن مهارت‌های فروش بیشتر وقتمون رو با تلویزیون میگذرونیم؟ ما چطور میتونیم یه رابطه و ازدواج موفقی داشته باشیم زمانی که تمام وقتمون رو توی خونه سپری میکنیم و با هیچ کس رابطه برقرار نمیکنیم؟ دوستان عزیزم، خیلی از ماها اعتقاد داریم که یه روز یه معجزه اتفاق میفته و باعث میشه که ما تغییر کنیم و وضعیتمون بهتر بشه. اما در حقیقت اینطور نیست و هر چقدر که ما برای به دست آوردن اعتماد به نفس بیشتر کارمون رو به تعویق بندازیم، بیشتر اعتماد به نفسمون رو از دست میدیم. چون وقتی انجام کارامون رو مدام عقب میندازیم، بیشتر ترس به ما غلبه میکنه و هر چقدر هم که ترس ما بیشتر بشه، اعتماد به نفسمون کمتر میشه و تکرار این چرخه باعث میشه که ما هیچ وقت به خواسته هامون نرسیم. ممنونم از شما عزیزان که با دقت این ویدیو رو مشاهده کردین. حتما نظرات ارزشمندتون رو توی کامنت ها برای من بنویسین و با من همراه باشین. تا یک ویدئوی آموزشی دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.